دوستای عزیز، من نیلوفر تابش هستم. امید که هر جایی که هستید خوب و صحتمند باشید و بیننده برنامه خوشا باشید. امروز با دوستا و همکارایمون یک جا آمدیم به خاطر خریداری که اینا بخوایم با از همکارای ما خودم معرفی کنن و بگوین که چی به خاطر چی خریداری آمده. سلام هموطنان عزیز، امید که جور و صحتمند و سرحال باشین. احمد میلاد ولی هستم. امروز ما با تیم خوش البته آمدیم به خریداری که نبی جان روشن میخواد با ما قیمه آماده کنه. انا گفتن همونه که 4 چینل است که با هم همکاری داریم، سیمرغ میدیا، توی میدیا، خوشه و نبی جان روشن. میشه که یگانه جان محمدی خود بر شما معرفی کنه و بگه که چی میکنه. سلام منم پذیرا باشین بیننده عزیز. یگانه محمدی هستم. به چینل یوتیوب خوشه شما را خوش آمدید میگم. ان شاء الله که همه شما جور صحتمند باشه. چی خوب میشه که بریم میلاد جان، نیلوفر جان داخل و خریداری کنیم. بسیار گپ خوب است و نگفتن همونه نبی جان روشن به ما یک لیست هم داده که ما از روی از لیست خریداری کنیم. میریم داخل که ببینیم که در سوپرمارکت چی چیزها پیدا میشه، یا در لیست که نبی جان روشن به ما داده پیدا میشه نمیشه. سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ جانتان جور است؟ بخیر هستین؟ بخیر هستین. سلامت باشین، قربانتان. میشه که خودتان لیست بگیرین و خب به ما لیست نبی جان روشن به خاطر غذای قیمه داده که گوشت سینی مرغ 2 کیلو بود به نظرم، سیر، مرچ تازه، لیمو، گشنیز، نان و بانجان رومی که ببینید چیزا پیدا میشه سوپرمارکت تان. ها بسیار خوب. میشه که 2 کیلو گوشت مرغ ما را بتین. خوب هموطنان عزیز، قسمی که میبینین سوپرمارکت فقط گوشت مرغ داشته. نگفتن همون یک چیز دهنان ما فراموش کردیم. البته این مواد که خریداری میکنیم $10 باید ما میمونی کنیم. نگفتن همونه $10 تمام خریداری خود کنیم و تمام چیزایی لیست که داده باید ما پورا بخریم خریداری کنیم. و برادر ما سینه مرغ داشت، ما سینه مرغ از پیش از اینا میگیریم و میریم در ترکاری فروشی چیزایی که لازم است اونا رو میگیریم. خلاص تا آخر ما رو بیننده باشید. قسمی که میبینین پاکت می بسته 1 کیلویش البته 210 روپیه بود، 2 کیلویش شد 420 افغانی. دیگه نیلوفر جان برسونه 420 افغانی. این 5 سیدی رو میتونمشون برادر میریم طرف دیگه مساله دیگه که البته که ترکاری است، لیموس، مرچ است، گشنیز است و نان است. بله بانجان رومی است. میریم خریداری میکنیم بخیر که ناوقت است تا چاشت آماده شود. به نظرم ناوقت هم شده. بله 100%. خب دوستای عزیز، میبینیم که در بازار ترکاری فروشی رسیدیم و ناگفتن همونه گلپی فریمان است. دخترها چی خوب است که گلپی رو ببریم که روشن صاحب پخته کنه. خوش داری ندارین؟ مواد لازمه رو میگیریم. بله. که امروز گفتن که به خاطر مواد قیمه انشالله که دفعه بعد باز گلپی هم میگیریم. دختر قیمه را تا بالا نامش شنیده بودین یا خورده بودین؟ قیمه نامش زیاد شنیده بودم اما تا حالا نخوردیم. یگانه جان مثلا میگم خودت خوردی نخوردی؟ ما نامش شنیدیم و نخوردیم. والا ما خودت تا اونجا نخواندیم. نگفتن نامش رو بگید در جای من. میریم خواهید دخترها با سمت ترکاری باب. خب دوستای عزیز، رسیدیم به سر بانجان رومی که بانجان رومی رو 2 کیلو گفته بود در ما شما که بگیریم. سلام علیکم برادر، خوب هستی؟ جان جور است؟ بخیر هستی؟ بانجان رومی کیلوی چند است برادر؟ رومی کیلوی 60. چرا قیمت؟ این بخی به نرخ طلا شده. دیگه 600 روپیه 600 پس مارکت. البته از مارکت ارزان میری اینجا قیمت سودا میکنی چطور؟ حساب ما در چارک یک درپا 15 درپا 15 روپیه در چارک.
کاکای ما را با خود داریم که گفتنی های زیاد داره. سلام علیکم کاکا جان. علیکم سلام برادر ما. چی خریدی؟ ما گلپی خریدم برادر. خوش داری البته دیگه زیاد گلپی را. خود مجبور خوش داشته باشم. گوشت خریدن نمیتونم، برنج خریدن نمیتونم. امیرم غلیمت دانسته. راست میگی. چند خریدی؟ 50 روپیه خریدم. قیمت؟ روز نرخ بالا میره. این نرخ قانونی شاروالی نیست، این نرخ دلخواست. فهمیدی؟ نرخ خواهد هر چی دلش شد بای میکنه. ما مجبورم بخریم. اگر نرخ شاروالی باشه از سراوگاه سنجش کنه اینجا میره، اینجا در ملت میفروشه 30 روپیه. دوستای عزیز ببینیم که اقتصاد من نرخ شاروالی نیست، نرخ دلخواهیه. دلخواهی مردم دل خود بای میکنه. راست فهمید؟ نرخ شاروالی باشه ایتر نمیشه. نانوایی باری روزی چند 10 گرم کم میشه. اگر شاروالی باشه چرا روزی 10 گرم کم میشه؟ راست میگی. چی کاکا جان خودت کدام چی میگن خاطری جالبت از این زندگی بگو که دماغ وقت می زندگی کردی؟ ما مدت 20 سال میشه کابل هستیم. میشه که خاطری خوش از می دوران که در کابل بودی و زندگی کردی بگی؟ دوران خوش دوران کرزی بود برادر. کار زیاد بود، غریبی بود، قیمتی دوران کرده پیب روغن 800 با بالا نبود، برنج سله کرلان 1200 بالا نبود. فهمیدی؟ اما چپن کله قراقله ایزو بسیار قدم نیک بود، کلی که دستکار بود. بعد از کرزی مردم افغانستان 4 قسمت شد. یک قسمتش در خارج کشته و زده و دریا و در بیابانا رفت، یک قسمتش پودری شد، یک قسمتش انتحار کشت، یک قسمتش باقی مانده و کسی مانده و نو از گشنگی تشنگی خود کشیده نتونسته، مثلی که گوسفند گرگ میزنه و نمو رقم تیچ شده و مانده. راست میگی. سلامت باشی کاکا جان. قربانتان. بخیر باشی. امی ماموریت که داشتیم به پایین رسید. ما فعلا در پیش دفتر رسیدیم و خودتان داری سودا را تسلیم نبی جان کنین و ما تا با ما زودتر قیمه پخته کنین که وقت زیاد گوش نشده. یگانه جان خودتان چطور؟ ما هم زیاد گوش نشدیم، بریم ببینیم که نبی جان چی میپزه، قیمهش چه قسمه است. ناگفتن همانه که ما از روشن پرسان میکنیم که قیمه کدام غذای اصیل افغانستان است یا از کدام ولایت است نمیفهمم. خواهد سوال میکنیم که چی از شاید بر شما یک سوال خلق شده باشه. میریم تا آخر ما رو بیننده باشین. خب دوستای عزیز، قسمت که میبینین سودا رو خریداری کردیم و فعلا در داخل آشپزخانه هستیم و روشن صاحب مصروف آماده کردن گوشت است که توته کنیشه و شو کنیشه. فقط میبینین که یه رقم زنگشون کار است، اما تو چپ کارهای خود انجام دادم. نه یک زمزمه، نه یک قصه، نه یک فکایی دیگه. واو نفر زمزمه اصلا آمد. میشه که میخواندن از سر شروع کنیم؟ باش که اول مک سلام علیکم کنم حاجی صاحب. سلام علیکم، مانده نباشی، بخیر آمدین. اینا دوستا عزیز میبینین که میمانا از ما کده پیش ما اونجا مصروف جارو کردن دیگه. اینا میمانا وقت رسیدن، نام خدا فکر میکنم که باشیش وقت کم از بازی برو. خب سلام خدمت شما عزیزانی که از چینل توی میدیا و سیمرغ میدیا و خوشه بیننده هستین. معمو طبق وعده که در برنامه‌ای که قابلی پخته کرده بودم امروز براشون قیمه میخوایم پخته کنم و اینا خیلی علاقه‌مند هستن بفهمن قیمه چطور پخته میشه. جریان چطور پخته شدنش از چینل خودم ببینین. به خاطر مزینا خواهش کنم خیر من بر چینل یک چیز جور کنم که کم کم به آشپز تبدیل شد واسه کمدین و خواهرکای گل من اینجا قدمه کمک میکنن در بخش آماده ساختن موادا.
که بخیر باز اونا رو میبینید که چی را ما عینک میندازیم. روشن صاحب یک سوال بر من خلق شد، شاید بر بینندام خلق شده باشم. همین قیمه که هست که ای از کدام ولایت ماندم؟ این نام از البته کدام ولایت ماندم؟ قیمه غذای افغانی نیست. خب این غذا اصلا غذای پاکستانی است، فقط به طریقی پختش باز خود ما یک کمک ساده تر ساختیم. این تو یک مسئله است. روشن جان نگفتی که یان بسر که نبی روشن نیست یا تقریبا ها. به خاطر چی میگم؟ به خاطر از اینکه خود پاکستانی ها که از باز همین اونا را اگر متوجه شده باشن کل غذایشان به گفته سیار متین این بودیم ما سیار باز مرا میگه همین اوتلای از اینا تشنا باشه یک رنگ بینید. به خاطر چی؟ به خاطر که مردم این پاکستان جایی که هستن زیاد از مسالجات استفاده میکنن در غذایشان. ما نمیکنیم کار، کم متفاوت‌تر اما طبیعی از اون چیزای طبیعی استفاده میکنیم. دیدین دوستای عزیز که ما امرای یگانه جان و نیلوفر جان گفتم که اینا ما اول بار ما شنیدیم و اینا هم گفتن که اول بار شنیدیم و ما گفتمشون می‌بینید چی گفتمشون؟ ما گفتم ما تا اونجا نخوندیم. دیگه دیدین که غذای پاکستانی بود البته ای. ما فکر می‌کنم شمی است که دایی پیاز انداخته نمیشه، مثلا اول قورمه نمیشه، خود از قورمه است. بله بله. خود از یک قورمه است، فقط طریقه پختش فرق میکنه. نگیرشم که این کت گوشت گاو پخته میشه در اصل یا که نیمار؟ خال در جان من از گاو با چیز نگین بر من گاو دوست دارم. گاو خاموش ما ورسید قابلی بر ما گوشت گاو بده. گفت ما ویژیتریان هستم، ما مجبور شدیم که بدلش با گوشت مرغ اکتفا کنیم. اما من دفعه فکر میکنم تو دجانزنی میکنه بخیالم از چینل خوشه نتاقایشان تو مصرف از چینل خوشه میبینین که درام کل چیز سرما چیز کردن، خریداری کردن، البته کل کار سرما کردن، چوب بودن اول داشت پس خانم اومدن اما تو چوب کار میکنن. این کار ما میکنیم میلاد جان. ببین تمام تمرکز ما سر آشپزی است. رئیس به نظرم فکر کنم که رئیس خوشه را خنک زده، چرا کم خود همونجا گرم کرده میره در اتاق. اگر صدایش کنیم که بیا یک معرفی شویم بالایش نمیه؟ نه خوب است. خیر دیگه کوشش میکنیم بار دیگر اونا رو بخوایم و همراه شما معرفی بسازیم که شما ماشنا شوین. اینال یک زمزمه کو دیگه پیشتر گفتی که زمزمه والا زمزمه خودت ماندیم کرا میشه که می آهنگت زمزمه کنی. خب امی مطلعش چی بود یادم رفت برا میروی. گرچند من خواص خانم نیستم و کدام انجری خوبم ندارم، اما بازم به خاطر که تقاضای دوستاست دیگه یک زمزمه که بسیار ناچیز میکنه، خدا کنه که مورد پسندتان قرار بگیره. تقاضای دوستاست میگی مثلا شلم نگرفتم اصلا دلک خودش میشه. نه من اون وقت جارو کردن زمزمه میکردم دیگه بسیار سرما خوش خورد دیگه. فکر میکنم شاید سر شما خوش بخوره. بله خب دیگه بفرمایید. سعی دارین دیگه بگیرین. برو بخیر. 3 2 1 شروع کنم. خب آماده هستین؟ جرأت دوستان عزیز میبینین که جرأتش قابل تشویش است. بله دیگه تا کی آماده شوه میگه بریم ببینیم که چه وقت. نه من اصلا زیر تاثیر نمیرم، سر تاثیر میرم، مشکل نیست. من براتون زمزمه میکنم دیگه. برو بخیر. بریم آماده هستین بخیر؟ ما آماده هستیم، شما رو نمیخوام. هایده میروی رای قربان بابا لیلی، صبا مزار میرم جان لیلی، دیدن یار میرم پی دمیرا میروی رای دراز است بابا لیلی، صبا مزار میرم جان لیلی، دیدن یار میرم هی. یه نمه تو چه رقم؟ یه نمه تو هم دقیقه یه نمه تو. آفرین واقعا زیاد مخلوق. تشکر میکنیم از جناب بصیر جان بخشی که بسیار چی میگنش یک انجری خوب و یک صداقه که تو چی میگنش ناز که دخترکا که نه و چی میگنش در جورو کردن یا که میرن زمزمه میگن صداقه که شما نمو رقم. البته که خلاصه رازان که میان نمو رقم صداقه چیزا میگه چند مرا در چندین محفل دعوت کردن گفتن شما بیاین که زمزمه داشته باشین، اما متاسفانه من وقت ندارم
دیگه از او خاطر گفتم که بسیار معذرت میخوایم از شما دیگه نتونستم اشتراک کنم. بسیار خوب بسیار خوب. خوش شدیم از بخشی صاحب که آباد باشین. زنده باشین، سلامت باشین. لطف کردین خالد نام فکر میکنم که من باید از حضور شما باید مرخص شم، به خاطر که چند لحظه پیش بر من از خانه زنگ آمد که یک جنازه شده. و یکی از گرچه نباید ما زمزمه میکردم، خب برنامه بود مجبور شدیم که زمزمه کنیم دیگه. اونو یکی از دوستای ما از خویشاوندای دور ماست دیگه، مجبور هستیم باید موجب انسان از زمین باز رفت. بله و ما اطلاع یافتیم. خداوند رحمتشان کنه. از امی فاتحه اینا رو ما رو در جریان بانه. درست. به خاطر از خودتان خبر داریم ما وقت کار اینا پیش نمیتونیم متاسفانه در جنازه امروز اشتراک کنیم. حتما به فاتحه بخیر به باشین. نمی که گفتین بر ما همه چیز است دیگه. من فعلا از حضور شما مرخص میشم و شما میفهمین و برنامه و نگفتن امانه که حق مربانه. حتما دوستای عزیز یک چیز نگفتن امانه دو برنامه قلوفیان من نرفته بودم، من یک مشکل بر ما پیش شد، باز میلاد جان بر ما روان کرد، اما در جریان آمدنش فکر میکنم که حاجی صاحب تو لنگکای ما قدید گفت والا تو که نخورم کی میشه. باز نموجه دیگه نوش جانش کرد گفت من تاوانش هم میتم دو برنامه دیگه هم تیر خدا ورد، اینا خدا کنه که دی برنامه نخورین حق مربانین. دوستای عزیز غذای خاص خصوصا که حاجی صاحب پخته کنم کاملا مزه‌دار اما تو خوشمزه تایپ میاد دیگه. بخشی صاحب میگه که او غذا رو به من نگاه کنین، در والا او نگاه میشه نگاه هیچ امکان ندارم. کمک سر نفستان فشار برین چرا نمیشه؟ حتما میشه. نه اگر ما روی وقتی میبینیم اما که زیاد گشنه شدن امکان داره که کمبود هم شب بخشی صاحب بود خو نمیشه به خاطر که نام خدا خوب زیاد هم است دیگه. چی میگن پیسیم رفت پیسه داده ما برادر. دوستان عزیز این میگه به من نگاه کن خیره در تصویر ما اون پختنش و تمام کارش اون گرفت میگیریم مکمل ببینیم که چه رقم آماده میشه و بخشی صاحب باز اگر برش نگاه نکردیم باز برشون تصویر نشان میدیم از روی تصویر بره در خانه بر خود آماده کنه. خب خیلی ببینین زنده باشید. خیلی دیگه این رقم ما برنامه کتان سر نمیکنه حق مرا که نمیمانه. برو خیلی برو دیگه برو برنامه را گرفتیم. خب دوستای عزیز فقط روشن صاحب وقتشم کم است که پس تلویزیون رفتنی است، عجله داره که زودتر پخته کنم. بخیر دیگه تا آخر ما را همراه باشین.
جریان برنامه بودیم که قسمت خریداری بود، قسمت پخت و پزشان بود و حالا نوبت خوردنش رسیده و همچنان یک تشکری خاص از نبی جان میکنیم که واقعا از بوش واقعا زیاد خوشمزه معلوم میشه. یه دفعه امتحان میکنیم که چه قسم آمده. یگانه جان بسیار زیاد تشکر از آمدن خودتان و از پخت پز که شما برای ما کردید. خواهش می‌کنم شما بفرمایید بخورید نظرتون. دوستان عزیز لایک، کامنت، سابسکرایب رو فراموش نکنین و الای پاک نسبتتان و بیننده برنامه‌های دیگر ما هم باشین. سلامت باشین.